تو کشوری که مردم با موسیقی زندن، چرا موزیسین یه سریاشون مشکل مالی دارن؟ تو امریکا از موسیقی نمیاد پول ارکستر رو تامین کنه، بگیم این آزادی بازار آزاد که بی‌نیاز میکنه موزیسین ها و بخش هنری رو از دولت، که کمک هم میکنه اتفاقا به دولت، هم کوچیکتر میشه هم در واقع کارآمدتر میشه. این باید تو بخش سیاست گذاریش هم تو امان اتفاق بیفته که تصور میکنم یک رویا هست برای در واقع کشورهای مشابه ما. الان موسیقی کلاسیک تو ایران زنده است یا صرفا یه یادگاریه؟ بخشی از تولیدات من تولیداتی هستش که به صرف درآمدزاییه. شاید من خودم خیلی تعلق و خاطری هم بهش نداشته باشم، اما برای درآمدزایی دارم انجام میدم. بخشی از تولیدات من اون بخشی هستش شاید حتی براش خرج هم میکنم، یعنی کاملا میدونم برگشتی نخواهد داشت و براش خرج هم میکنم که تولیدش کنم.